با مردم چنان رفتار کن که تو دوست دارید که آنها با تو رفتار بکنند. با مردم چنان معامله بکن که تو دوست دارید که آنها با تو معامله بکنند. با مردم چنان باش که تو دوست دارید که آنها با تو باشند. حضرت عایشه روایت می کند روزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خانه بودند. یک نفر آمد و اجازه خواست که تا پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیاید و داخل خانه شود. قبل از اینکه او داخل خانه شود رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند این مرد، این نفر بسیار انسان بد قبیله خود است. وقتی اجازه داده شد آمد در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشست. رسول خدا بسیار با نرمی با او رفتار کردند، بسیار با او با خوبی صحبت کردند، بسیار با خوش و نوش با او شخص رفتار کردند تا اینکه او کارش را انجام داد و خیست و بلند شد و رفت. بعد از آن حضرت عایشه آمد عرض کرد یا رسول الله، قبل از آمدن او و قبل از داخل شدن او چنین و چنان گفتی در مورد او، اما باز ما دیدیم تو با او بسیار با نرمی برخورد کردید، بسیار با خوش اخلاقی با او برخورد کردید. اینجا هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه را میفهماند عایشه ما با اخلاق خود با آنها رفتار میکنیم نه با اخلاق آنها. لذا میفرمایند یا عایشه تو کی مرا دیده اید که ما فحش بگویم، سخنان زشت بگویم؟ یعنی من با اخلاق آنها با آنها برخورد نمی کنم بلکه با اخلاق خود با آنها برخورد می کنم. و سپس یک چیزی عجیبی فرمودند، یک قاعده بسیار بزرگ، ان شر الناس عند الله منزلة، بدترین انسانها در نزد الله از نظر جایگاه یوم القیامت، در روز قیامت، من ترکه الناس اتقاء شره، کسی که مردم او را رها بکنند، مردم او را ترک کنند به خاطر حفاظت شر او که تا شر این انسان به او نرسد. نگویید که اگر مردم با ما خوبی کرد ما هم خوبی میکنیم، اگر مردم با ما بدی کرد ما هم بدی میکنیم، اگر مردم با ما ظلم کرد ما هم ظلم میکنیم. این گپها را نزن، تو با اخلاق خودت رفتار کن نه با اخلاق دیگران. تو از جمله عباد الرحمن باش، بندگان الرحمن، انهایی که الله سبحانه و تعالی در مورد انها می فرمایند و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بندگان الرحمن کسانی هستند که بر روی زمین متواضعانه و با نرمی راه می روند، و انها کسانی هستند که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که با یک انسان جاهل روبرو بشوند، وقتی که با یک انسان جاهل هم کلام شوند چی میگویند؟ سلاما. سلام دو معنا دارد، یا اینکه کلمه سلام را میگویند سلام علیک، سلام کرده و خدا حافظی میکنند، و یا اینکه سخن مسالمت آمیز میگویند، سخنی را نمیگویند که سبب رنجش طرف مقابل شود، سخنی را نمیگویند که سبب تحریک طرف مقابل شود. اینما كنا